زبان فارسی اصلاً به فارس تعلق ندارد. اصلاً نفان یا ملتی به نام فارس وجود ندارد. این زبان از خراسان بزرگ می آید، یعنی پهنه‌ای که افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و خراسان ایران کنونی را در بر می گیرد و چنان که گفتم تا آسیای میانه پیش می رود. زبان ایرانیان عربی نشد، ولی ایرانیان زبان رسمیشان را که پهلوی بود از دست دادند. زبان فارسی که از خراسان بزرگ برخاسته بود جایگزین پهلوی شد و این نشان دهنده تنومندی، پرباری و زایندگی فرهنگ ایرانی است. چنانکه گفتم مقصود از خراسان بزرگ خراسان کنونی و افغانستان و تاجیکستان و ازبکستان است. پس زبان امروزی ما از خراسان برمیخیزد. نخستین شاعران از خراسانند، کهن‌ترین آنها ابوالعباس مروزی. رودکی، فردوسی، مولوی و ده‌ها چهره درخشان دیگر از خراسانند، یعنی از همین افغانستان و تاجیکستان و ازبکستان کنونی. زبان مادری سعدی و حافظ هم گویشی از پهلوی بوده است. وقتی حافظ میگوید مرغان باغ قافیه سنجند و بزلگوی تا خواجه می خورد به غزلهای پهلوی، یا بلبل به شاخ سرو به گلبانگ پهلوی میخواند دوش درس مقامات معنوی، شاید به زبان مادری خود اشاره دارد. از این بیت زیر برمی آید که در زمان حافظ شاید در شیراز همه کس فارسی نمیدانسته. ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه که لطف طبع و سخن گفتن دری داند. بابا طاهر همدانی هم زبانش گویشی از پهلوی است. لری امروز هم گویشی است بازمانده از پهلوی.